پیش از آن که پادشاه وارد شد، صدایی ندا می‌دهد برخیزید. پیش از آن که داور بر جایگاه خود بنشیند، فرمانی داده می شود همه برخیزید. این بار او به عنوان نجات دهنده نمی آید، او به عنوان پادشاه می آید. بار اول فروتن و خاموش آمد، در آخر زاده شد، رد شد و تنها بود. او همه چیز را که میبینیم و میدانیم آفرید، جهان را با کف دست خود اندازه میگیرد. همان دستا برای گناهکاران میخکوب شد. این محبت بود که او را نگاه داشت نمیخواد. ما برای چیزهای موقتی زندگی میکنیم، اما او ما را به سوی ابدیت فراخوانده است. ما فراموش کردیم اینجا راحت شدیم، این دنیا خانه ما نیست. ما فقط در حال عبور هستیم. برخیزید، پادشاه در راه است. برخیزید، راه را آماده کنید. برخیزید، دیگر تظاهر نکنید. این همان روز است. هر زانو خم خواهد شد، هر زانو خم خواهد شد. این فقط یک پیام دیگر نیست، این فقط یک سرود دیگر نیست. این فراخوانی برای همه ملت هاست. اکنون بیدار شوید، زمان تمام شده است. برای خود در این زمین گنجین دوزید، جایی که همه چیز از بین می رود. ما در اینجا غریبه و رهگذر هستیم. آسمان خانه واقعی ماست. دیگر سکوت نکنید، دیگر پنهان نشوید. حقیقت شما را صدا میزند. چشمان خود را باز کنید. برخیزید، پادشاه در راه است. برخیزید، داور نزدیک است. برخیزید، دلهای خود را آماده کنید. این لحظه فرا رسیده است. هر زانو خم خواهد شد، هر زانو خم خواهد شد. اینک او با ابرا می آید و هر چشمی او را خواهد دید. او که آسمان ها را گسترانید و ستارگان را می شمارد. هر زانو خم خواهد شد، هر زانو خم خواهد شد، هر زانو خم خواهد شد. هر زبان اقرار خواهد کرد عیسی مسیح خداوند است. برخیزید، پادشاه در راه است. برخیزید، داور اکنون اینجاست. برخیزید، دلهای خود را آماده کنید. این ساعت فرا رسیده است. برای آنچه میگذرد زندگی نکنید.
برای آنچه باقی میماند زندگی کنید. سوال این نیست که آیا خم خواهید شد، سوال این است که چه زمانی. این دنیا از آن ما نیست، ما فقط در حال